شاید مسلمان باشن که تا گمان بکنن که فوتبال بازی کردن این کله امام حسین زدن است، یعنی کاری یا گناه اینکه است. یک گناهی است، یک کار حرامه است. همراه در سوارشان اسامه را همراه سوار کردن که یعنی غلام است، رمز این که بله غلام ها در این دین صاحب حقوق خواهند بود و بله. برابر آزادها خواهند بود. دومیش این است که بلال بردن بالای بالای حرم کعبه کعبه که از اون باید از اونجا حالا که دیگر اعلامیه به اصطلاح حقوق بشر و به نام خداوند بخشنده و مهربان. و بعد السلام علیکم دوستان عزیز و گرامی. آنگونه که به همگان معلوم است این روزها در کشور قطر جام جهانی فوتبال جریان دارد. آنچه که به دین و دعوت تعلق دارد این تشبث دولت قطر است در مورد دعوت غیر مسلمانان هواداران فوتبال که آنجا حاضر شدند، دعوت آنان به دین اسلام و معرفی کردن دین مبین اسلام برای آنها به شکل درست و صحیح. خواستیم این لحظه ها در این برنامه اطراف همین کار نیک که آنجا براه مانده شده چند حرف صحبت نماییم. شما داملا چی گفتنی دارید؟ بله درست از حضرت. اگر نگاه کنیم اسلام یک فرهنگی والای و عجیبه دارد. وقتی که یک انسان اسلام رو قبول میکند اینقدر یک مسلمان خرسند میشود که حیران میشه در حقیقت که اسلام این چیز در نهاد هر یک شخص مسلمان جاری کرده است. و پیامبر علیه السلام وقتی که یک یهودی در مستر مرگ دیدن گفتن که مرد خودت از دوزخ خلاص کن، یک کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله. و یهودی وقتی این کلمه گفت پیامبر خوشحال شدن. اون که منفعت از اون مرد مرده ایستاده نیست برای پیامبر، به دعوت پیامبر و ایلا یعنی که هر انسان رو نجات دادن، هر انسان رو دست دادن، این یک رسالت اسلامی است خودش. که اسلام هر یک مسلمان باید همین خیر باشه، برای هر یک شخص دلسوز باشه. یعنی میتوان گفت که آنگاه مسلمان به دعوت دیگران میپردازد که در دلش شفقت و غمخواری نسبت دیگران هست. یعنی این جام جهانی که امروز شروع شده است چه خیلی قید کرده، یک میدان از یک زمین کشتکاری است که میخواد یک دهقان ذکی و زیره که باشد که این میدان استفاده برای کاشتن نهال اسلام در دل هر یک انسانی که از خارج قطر می آید. این اونجا دین‌های گوناگون هندوسا هستند، نصرانی هستند، یهودی هستند، با دیگر دین‌ها هستند که میشود که انسان‌ها با اخلاق خود نشان دهند اسلام چی بودن. خصوصا در این زمانی که رسانه‌ها اسلام هم یک از اسلام شیطان سازی میکنند و یک دینی است که فقط خرابکاری می‌آورد و رجعی و مثلا نمیخواد لقب‌ها رو می‌گذارند. خیلی به مورد است این چیزا رو. چیزی دیگری که استاد در این موسم فوتبال میشود ملاحظه کرد همین است که آن چیزی که در ذهنیت بعضی آدمان نقش بسته که اسلام با عقب ماندگی یا مسلمانان با عقب ماندگی همیشه این دو چیز قرین است. دولت قطر همین را میتوان گفت که اثبات کرده است که اندیشه غلط است. اگر برای مسلمانان فرصت داده شود، آزادی داده شود، برای آنها ظلم و ستم اگر جاری نباشد میتوانند به پیشروی‌های دست یابند که اهل عالم را در حیرت آورند. یعنی از سخن شما این طرف فهمیده میشود که اسلام عامل قفامانده و رجعیت نیست، بلکه عامل‌های خارجی هستند که مسلمان‌ها رو میخوان چنان جلوه دهند که گویا که اینها توأم با قفاماندگی و با رجعیت هست. دیروز در صفحه یکی از فعالان شبکه چنین گفته خواندم که میگفت یک نفر را دیدم که میگفت واقعا امسال قطر سر مسلمانان را بالا کرد. میگه تصدیق کردم، گفتم بله این نفر خود قطری نیست، میگه لیکن همون لحظه احساس کردم که قطری باشم، منم احساس افتخار کردم. یعنی علاوه به همین سخن افتاد یک سخن استودنت یمنی که در خطاب میخوند است، من خوندم خیلی جالب بود. میگه که روزی که عربستان سعودی بر ارژانتین غالب اومد مرا خطاب تبریک کردن که مبارک بود. روزی که میگه مرا که بالی کماندی چی غلبه کرد میگه ما رو با تبریک کردن. وجودی که مغرب کجا یمن کجا. بله. بعد اون بچه تعلیق خیلی ایضاح عجیبی وارد میگه که همه میدونن که ما یک امت هستیم بغیر از خود ما. یعنی خود ما مثل احساس نداریم. یعنی غیر مسلمانان به امت اسلام همچون شهروند فلان کشور نه، همچون فرد از این امت کلام اسلامی. بله.
اگر دیده باشه خیمه ها نصب کردن. بله. در خیمه ها مثلا بروشور ها موندگان، دیسک هست، هرچی هست، کتاب های هستن مایده برای ترغیب و تشویق اسلام. دعوتگرها با زبان های گوناگون، یعنی گروه های مخصوصی دعوتگر. این خیلی جالب است واقعا. یعنی اسلوب های دعوت را به تعبیر مدرن کردن. باید چنین باشد. یعنی ببینید دنیا عوض شده، تکنولوژی پیش رفته، باید اسلوب های دعوت نیز پیشرفت کنند، گوناگون شود. مثلا وقتا خداوند عزوجل از حضرت نوح و دعوت ایشان قومش را حکایه کرده. حضرت نوح میگوید قال رب انی دعوت قومی لیلا و نهارا فلم یزدهم دعایی الا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. یعنی عجیب، حضرت نوح یک اصراری دارد، یک پافشاری دارد، یک صبری دارد در دعوت. میگه پروردگارا اینها را من به هر گونه، به هر وسیله، به هر راهی که گمان کردم که سودمند است آن راه را استفاده برای دعوت کردم. 9.5 قرن به مانده شو و خسته شد. عجیب است. یعنی اون قوم چنان قومی سرسخت بوده که وقتی حضرت نوح آنان را دعوت میکرد لباسشان را به سرشان میکشیدن تا نوح را نبینند علیه السلام. یا وقتی سخنشان میگفته، خطابشان میکرده، انگشتانشان رو در گوششان میخلاندن تا صدایشون نشنوند. اما حضرت نوح دلش شکسته نمیشود، روح افتاده نمیشود، دعوت میکنه. حالا ببینیم در این کشور قطر خود آنها به پای خود آمدن، به کشور مسلمانی، به نزد دعوتگرها. البته که این خیلی فرصت خوب است که دعوتگرها این را استفاده کنند و اسلامی ناب را، صحیح را برای آنان معرفی کنند. یعنی خیلی خوبه کرده دوستان که استفاده بردن از این میدان. مثلا پیامبر علیه السلام سنتشون همین بود. بازار عکاز مکه مثلا در سال یک بار میشد، پیامبر استفاده میبردن. موسم حج می اومد استفاده میبردن. آدم‌ها از بیرون مکه میومدن برای عمره، اونا رو خیمه میگشتن، اون رو دعوت میکردن. یعنی منتظر نمینشستند که مردم پیش آنها بیاید و بپرسد که تو چی داری، چی دعوت داری، چی دین داری، بلکه پیامبر صلی الله علیه و آله به نزد آنها میرفتند. یعنی سنت پیامبران است این روش دعوت. مثلا همون دعوت مدرنی که هم اشاره کرده میشه گفت که پیامبر علیه السلام هم وقتی که منبر ساخت آورد، یک صحابی قبول کردن، بالا منبر برآمدن. یعنی یک نوآوری است، تغییر دادن. هم بله اسلوبی استاد سخن گفتنشون دیگر شد. یعنی اسلام دینی است که قابلی این چیزا رو قابل میدونه، نه که قبول میکنه برای پیشرفت دعوتش، مدام یکم به اصل شریعت ضد نداشته باشد. حتی در قرآن استاد این اشاره رو میتوان پیدا کرد. سوره ابراهیم میگه و ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه. هر پیامبر رو که فرستادیم به زبان قومش فرستادیم. منظور از زبان اینجا فقط لهجه سخن کردن نه، یعنی هر اسلوبی که همون قوم آن رو میدانند و میشناسند و پسندشان است، باید با آن اسلوب آنها رو خطاب کرد. درباره مثلا آوردن دعوتچی ها رو اگر صحبت کردیم باشیم، مثلا ذاکر نایک آوردن که یک انسانی است که شاید در بسیار جا ممنوع است، لیکن از تمام عالم نازش آوردن که این اونها رو دعوت کرد، پیش پاش ریختند. یعنی که چرا یک کسی دیگر او روز دیدم، استاد عبدالرحیم مکگریگر میگن نامش، یا مکگریگر، امریکایی است، در با ما میخواند در مدینه. خیلی در بین انگلیسی زبان ها خیلی چی از مشهور است انسان همچون دعوت. چی همون انسان هم دیدم که اونجا دعوت میکرد، یعنی چه تقسیم میکرد بروشورها، همراهش یک تیمی داشت، ظاهرا فعال بودن بچه ها. یعنی البته این جهد و زحمت ها تا چه اندازه نتیجه میدهد اینش مهم نه. مهم دولت قطر یا دعوتگرانی که آنجا حاضر هستند که از 2 سال 3 سال قبل آمادگی میدیدن رسالت خود را ادا کرده ایستادند. اما قلب آنها گشاده می شود یا نه، این البته که دست خداوند آنهاست. این هم یک اصل اسلامی است که الله تعالی میگه این علیک الا البلاغ، رساندن است. اینا وظیفه‌شون کرده شدن، رسانده شدن دعوت خدا رو. اونو قبول میکنن نمیکنن دیگه رو لست علیهم بمسیطر، یعنی تو بالا اونها رو مجبور کننده نیستی بدین. اسلام مجبوری کی نیست. در مورد اینکه دعوت رو با
شیوه دلپسند باید پیشکش کرد، پیشنهاد کرد و این البته ضرورت دینی است که اون میکنم استاد، چون که اگر به شیوه درست پیشنهاد نشود شاید شنونده به دین، به شریعت نفرت پیدا کند و این خطر دارد به جان او، به ایمان او، به اعتقادی او. و این خاطر دعوتگر باید خیلی حکیم باشد، خیلی باید حسی روانشناسی داشته باشد و داند کی را چی گوید و کی گوید. ربک بالحکمة و الموعظة الحسنه، با حکمت و پند نکو باید دعوت کند. شیخ محمد غزالی مصری ملقب به حکیم دعوت در این مورد سخنی زیبایی دارند در یکی از کتابهایشون. میگه امت اسلام میگه کالای خیلی با صفت زیبا دارد، اما متاسفانه تاجر خوبی ندارد که آن را درست معرفی کند برای مردم. اما غرب باشد کالای بی صفت دارد، لیکن تاجران ماهری دارد که آن کالای بی صفت را در بازار جهانی یعنی زیبا جلوه میدهند و به تعبیر بازار گذر کرده، یعنی رسانه ها هم که در دست شما است. در این خاطر وظیفه فکر کنم که هر فرد هوشمند، بیدار دل و هر دعوتگری مسلمان این است که بهترین اسلوب ها، بهترین شیوه های دعوت را یافته این پیام الهی را که کفیل سعادت دنیا و آخرت است برای مردم رساند. بله، در حقیقت دعوت هم اینقدر کاری آسان نیست. هیچگاه انسان های دعوتگر را انسان ها با گل و گل دست پیش گرفتگی نیستند. دعوت با پیامدهای خودش دارد. مثلا وصیت لقمان حکیم وقتی به فرزندش نگاه کنیم میگه که و امر بالمعروف و انهی عن المنکر و اصبر علی ما اصابک، یعنی حتما بعد از نهی منکر یا امر به معروف حتما بالای تو بلای می آید، مصیبت می آید که باید تو صبر کنی، شکیبا باشی. یعنی انسان شاید جانی خودش خطر میگذارد، یکم مکانت اجتماعیش خطر میشود، یا دیگر خطرهایی میشود که شاید انسان چنان احساس میکنه که در راه تکو یگانه هست. شاید در اسلام غریب مثل اردو غریب شاید تو را افراطی گویند، شاید بر تهمت میزنن دیگر، از تمغه زدن دیگر به موت تبدیل یافته است. بله، با وجود همه این سختی هایی که راه دعوت دارد و پیامدهای اکثری وقت ناخوشی که دارد، میبینیم که همیشه در همه دور و زمان عددهای بیشمار راه دعوت رو پیش میکنند و این از معجزه اسلام است در حقیقت که خداوند به وسیله آنها دینش را زنده نگه می‌دارد، پیامش را با وجود آنها پایدار می‌دارد. به حقیقت اگر دعوتگر استاد فضیلت ها و شرافت و کرامتی که برای دعوتگران در نزد خدا مقرر گشته است پیش نظر قرار دهد، البته سختی های این راه برایش سهل و سبک می نماید، بلکه شاید لذت برد، چون که این سختی هایی که موقتی است در پشت کرامت و نعمت و نمونه های زیاد هم داریم استاد. یعنی بلال یک غلام بود، بی‌صاحب بود، بردن بالای ریگ تصمیم بالای سینه‌اش سنگی کیرداری وزنی گذاشتن، دیگه فقط کلمه احد میگفت. یا ابن مسعود وقتی برآمد سوره یاسین در اولین بار آشکارا بین اهل مکه خواند، اینا یک غلام بود بشر از خارج مکه بود، خیلی زدن گفتن، باز گفت من باز تکرار میکنم اینو، اگر پیامبر اجازه داد من باز میروم. گفت یعنی که یک با وجود که بلا و مصیبت اومد یک شیرینی هم احساس میکردن اونها که بخش تو پیشگفتان. وقتی ابن مسعود برمیگردد میگن حاجت نبود که اینقدر خودت زیر شکنجه قرار دهی، به یک احساس خوشحالی میگه من توانستم که قرآن را با آنها شنوانم. یعنی احساس میکنید که یک دستاورد بزرگ کرده، واقعا دستاورد بزرگ است. قرآن را به صدای بلند آنجا خواندم، این را به آنها رساندم. این چیزی که به او رسیده از شکنجه پیش این دستاوردی که به آن رسیده ناچیز است. و این آیه کریم استاد واقعا دقت را جلب میکند. خداوند وقتی که از دعوت و اهمیت دعوت گفته، اینکه دعوت کردن صفت مؤمنان راستین است، اولئک سیرحمهم الله، یعنی مؤمنان راستینی که همدیگر را دعوت میکنند، امر به معروف میکنند، از کار زشت باز میدارند، نماز برپا میدارند، زکات ادا میکنند. در آخر خداوند
به آنان مژده داده اولئک سیرحمهم الله. زود است که خداوند به آنان رحمت میکند. برای چی رحمت میکند؟ چرا خاص خداوند این مژده را برای آنان داده؟ اهل تفسیر ذکر کردن چون که آنها به خلق خدا رحمت کردند، شفقت کردند، دلسوزی کردند، خداوند آنان را رحمت کرد. اینم میشه گفت از همون حدیثی من لا یرحم لا یرحم است. راحمون یرحمهم الرحمن. آنان که به خلق خدا رحمت و شفقت دارند موردی رحمت خدا قرار میگیرند. اینم من لا یرحم لا یرحم، این مفهوم مخالفش میشه. خیلی هر کسی که رحم نکرد رحم نخواهد، از رحمت محروم رحم کرد رحم میبیند، رحم نکرد رحم نمیبیند. در حقیقت بعضی حالات با گذشتی زمان، مروری زمان، هر قومی که مسلمان بشن مثلا حتما همراه خودش بعضی از همون چنگ و غبار دینی پیشنش میاره. این هم روانشناسان میگن، انشاءالله جمعیت شناس میگن. شاید مسلمان باشن که تا گمان بکنن که فوتبال بازی کردن این کله امام حسین زدن است، یعنی کاری گناه که گناهی است، کاری حرامی است. مثلا آیا مطلقاً حلال است، مباح است؟ چون که مطلقاً حرام است. مثلا اگر نگاه شریعت ببینیم، اگر شریعت به این مثلا تفصیل داره میخونه. فقه اسلامی خصوصیت شمولیت دارد، یعنی فراگیر است. هیچ کار و بازی و هیچ معامله و دادگرفتی را نمانده حکمش را بیان کرده. از اون بازی ها البته در فقه اسلامی تصنیفات گوناگون دارند. بازی ها هست که قطعا حرام، بازی هایی که در آن آشکارا زدن در روح دیده می شود، یا بازی هایی که به جان انسان خطر دارد. اینها بازی هستند که قطعا در شریعت حرام، ممکن نیست که مسلمان به این بازی سر و کار کند. اما فوتبال استاد آنگونه که میدونیم از این بازی ها نیست. فقط اگر در فوتبال دیگر مسئله هایی که از نگاه شریعت ممنوع است آمیخته نگردد، آمیختگی زن و مرد مثلا، کشف شدن عورت مثلا، این چیزها میتواند که در حکم فوتبال تاثیر رساند. اما خود فوتبال همچون بازی مباح است. البته با این شرط که در وقت نماز انسان را از عبادت مشغول نسازد، یعنی از واجبات شرعیش انسان را مشغول نکند، در راه تماشای آن اسراف نکند. یعنی یک نفر فقیر است، واجبات شرعیش است، فرض کردیم نگاه بینی پدر و مادر یا ادای حقی زن و فرزند مانده، اون مبلغ را بلیت گرفته به کشور دیگر رفته، در اون یعنی مبلغ های خیلی هنگفتی هم صرف می شود برای تماشای یک فوتبال که اون نفر را اگر دیده شود خیلی واجبات مالی دارد که اون ادا نکرده. در این صورت البته که خود فوتبال نه بلکه اسراف کاری او در راه فوتبال کاری ممنوع است. مسئله فراگیری خیلی قید خوبه کرده استاد که فراگیری اسلام ببینیم. مثلا خود در این میدان این فوتبال هم بینیم، وقتی که مسلمان ها دیگه گل زدن خرسندی و خوشحالی خودشون به سجده پیش می‌برن. یعنی که در یگون حال، یعنی همه حالی ما رو شریعت فرا گرفته است. حتی خرسندی هم میگه به عبادت. من روز عید مثلا عید ما چی است؟ به نماز سر میشود، با تکبیر نماز شروع میشود. برعکس مثلا غیر مسلمانان که یا رقص و بازی های دیوانگی زن و مرد ارالش میشود اونخته، یا اینکه عرق خوری پیو خوری. تا کدام از همون چیزای ژورنالیستای اروپایی که من نمیتونم که به پیوه در فوتبال اشتراک کنم. مثلا میگه که هم خرسندی اونا ربط به گناه داره، یا به رقص و بازی، یا به فحش، یا به چیز حرام نوشیدن. واقعا دین چیز زیباست. شریعت مکمل الهی، دینی که تحریف نشده باشد، دینی صحیح کامل و مکمل باشد، انسان در پرتو آن یک زندگی خوش میتواند داشته باشد. هم حالت مصیبت و غم انسان را به تنظیم می‌دارد، میگه چگونه برخورد کند، به چه کارها رو آورد، و هم حالت‌های شادی و فرح را که انسان زیاده روی نکند، در یک چارچوبه درست سالم میتواند عمر بسر برد. برای مثال مثلا پیامبر علیه السلام وقتی فتح مکه می‌دار اومدن، میگن که در سرشون عمامه سیاه داشتن و سرشون چون خم کردن که منعشون میگه چیزی گردنی اسب میرسید یا مرکبی که بالش سوار بودن. اظهار تواضع، شکست از خود نرفتن و خود نشون دادن که ما هر چی داریم از خدای ما هست، هر چی داریم از پروردگار ما هست. بعد در آمدن نماز گذاریدن و همراه در سوارشون اسامه را همراه سوار کردن که یعنی غلام است، رمز این که غلام ها
در این دین صاحب حقوق خواهند بود و برابر آزادها خواهند بود. دومیش این است که بلال برادن بالای حرم بالای کعبه که از اون جالکه دیگر اعلامیه به اصطلاح حقوق بشر و مثلا خط بطلان کشیدن بالای نجات پرستی و طبقه خونی ملتگرایی و دیگر. خودش هم همین به مشرکای مکه خیلی سخت رسیده بود که این غلامی سیاه که اصلا در نظر اونها انسان هم محسوب نبود، کعبه که رمزی شرف و آبروی اونها بود، این غلام بالای این کعبه برآمده بود. اما پیامبر صلی الله علیه و آله بر جهانیان، نه فقط به اهل مکه، به جهانیان تا قیامت پیامی خیلی واضح و روشنی داده ایستاده است که این دین است که انسان رو صرف نظر از پوستش، رنگش صاحب کرامت می‌دانند. خیلی برای ما مهم نیست دوستو که کدام تیم غالب بشه، کدامش چمپیون بشه، کدام جام جهانی رو به دست میارن. برای ما مهم است که چقدر این برادرای دعوتچی ما که در میدان دعوت امروز فعالیت دارند، در خیمه ها و در هتل ها و در کجای نباشند، کار اونها پیش رو باید کار اونها نتیجه چه تو که ما رو خرسند شدیم که انسان های از آمریکای لاتینی اومدن، آمریکای شمالی و اروپا و آفریقا و هر جا اومدن اسلام رو قبول کردن که همین چیز ما رو خرسند میکنن و از همین جام جهانی همین امید داریم که حالا خود قطر که مهماندار این همه جام جهانی است در چند بازی باخت، لیکن از جهت دیگر برد کرده است. اینقدر مردمانی که در این سرزمین به اسلام مشرف میشن، هم به اسلام مشرف، هم فرهنگ خودشون نشون میدن. یک مهمانداری که اروپایی دیداش میگه که من حیرانم که برای چی برام شیرینی تقسیم میکنه، با خوشحالی با خرسندی با تبسم هر کسی میگذاشت، خاص سیاه پوست، خاص سفید پوست، خاص مسلمان غیر مسلمان هندوس چیه باشد براش تقدیم میکنن، جدا نمیکردن. توقع این است که شاید بعضی آنان در خود این موسم آنجا اعلان اسلام نکند، لیکن وقتی کشورش میرود از این تأثیرات نیکی که میبردارد با خود میبرد، دوباره اسلام رو میآموزد، جستجو میکند، شاید بعد مدتی بازنگری کند، دین و اعتقاد خود را اسلام بیارد. این چیزا ما استاد اصل دارد. مثلا اسلام عمر بن الخطاب یک بار نشد، بلکه چندین وقت فکر میکرد در اطرافش. خالد بن ولید، عمرو بن العاص، همه اینا در نتیجه تفکری سالانه اونها. خب دیگر به همین مسابقه خاتمه بخشیم استاد عزیز. امیدوارم که الله تعالی برای مسلمانان در این جام جهانی نصرت دهد و دعوت آنها در همه حال انشاءالله به نتیجه نخواهد ماند، چون که در این دنیا به نتیجه ماند، در اون دنیا اینا کسب اجر خواهند کرد دیگر. خب بینندگان عزیز به همین مصاحبه خود را به خاتمه میرسانیم. شما را در پناه الله تعالی میسپاریم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.